هون گداریا رادیویا تزش موسکوی دکن سلاف او دمو و بخیر گدارین دلال رادیویا تزه اند کارون ببین تو رو اینترنتی بوی ناف اونی شانی مالپرا اریا تزه نقطه کم ایرو شمیه ده مرداریه گداریا دنگو باسین گرینگ ین وقته بکن فراکسیون پدکیل پارلمانتوی کردستانی را گیان تکمت که پرالی نکاره به هیویا پرانی خلق کردستانی و نکاره دخواز وان بجیبینه لیش با پیکانی نا حکمت پارتیوان سردن و توای آلین سیاسی ین دندکه پارلمانتوی پدکی همین هورامی شش مردارید کنفرانس که روزنامه‌ای داره گیان کلک باسایی سردری وان 45 کرسی را دکن و هر چند جدای وان پارتیالی دنیای سیاسی را هبه لی خالین هبجیش وان راهی افجی خدمت کردن خلق کردستانیه همین هورامی گوت وقت بده که هلا مایا سر سر تو عالیه که نینه و دخوازن رو پیله که نوب تویا عالیه دن را وکن جبوی ما بستیجی سردن تویا فراکسیون نوا پارلمانتوی کر هفتیا بوری یکم روشنا خلا پینجان یا پارلمانتوی کردستانی پریواچو و تیدا بشک بزن پارلمانتاران سوندا یا سایی خور هدک سروکی لیستا یکی قبات طلبانی و سروکی لیستا تفکر نفشنو شاسیوار عبدالوحید نچون پارلمانت آمده یکم رونشتن گرا پنجم نبون گوری سیستم ناقیا پارلمانت کردستانی هر پارلمانتارک تبی خواندن سوندوی اوایی نبدوی دوباره سونده بخینه و هر پارلمانتارک که آمده رونشتن یکم یا سوندخارنی نبیه دوید نواسی روزان دا شپشتی رونشتن سوندخارنی آمده ببه و سوندا یا سایی بخواه اگر نه ابی موافقای اندابتی پارلمان دست بده. سرک وزیر هریب کردستان نیجیران بارزانی پیش وزیر شاندری تایبت یه سکرتاری گیشتی نتوان یکرتیل عراق جان کوبیس و شاندا پیرا کرد. گرد نوچه مال پرافرمی یا حکمت هریب کردستانی تبدیدن دا پروسی و سیاسی یا عراق هات گوتو بیش کردن و هر دو آلیان هیوی خواست رفش عراق بر پیش و بچه و کابینه نو یا حکمت عراق بکاره دا خواست باف و خدمتکاریاش همو پکاتاین عراق را پیدا بکه و آلی کردی توی درباره دا رولک پریس و باندور دهب و دهف کار بجبو جیب جکرنا مافین تویا بکاتایا دبشک دنیا هفدیتنی دا پس رفش سیاسی ریبا کردستانی هل بجارتنا او پریوچونو یکم روزداندنا پارلمانتوی هات کردن اندامه که پارلمانتوی عراق سر فراکسیون بده که آمجب وی یکی دکه و تر کفتن سردایینا وزارت کشنا پارا کردن بوی اینکه نهاتیه کرن اندامه پارلمانتوی عراق سر فراکسیون بده که دکتر ناصر هرکی دازانین حتی نات بریارک نهاتیه استاندن شبر دانستاندن در باری دانین وزیران و پیکارین حکمتی بردوامه هر واوی پارلمانتاری دازانین که پارا کردن 4 وزارتان شانده که بازرگانی حکومت عراق کل چند وزارتان پیک داد هفریری تل آلین پیوندیدار این حریم کردستان چند جوین پیکانین بریبر گیشتی وزارت بازرگانی حریم کردستان نوزاد هت همجی دبیجه او گیشت نری کفتنه که داگو گمرک اندابر حریم کردستانی او عراقی دا بین راکرن جبر کو اف خالد گمرکی بونه سردم کو آستو بازرگانی کم ببه الگوری گوتنا ریبر گیشتی وزارت بازرگانی حریم کردستان هفته 5 سلفین هرمورین کوش درین سینوری و دین حریم کردستانی در باز عراق دبن او وان گمرکان جیوا کریه بازرگان ریکن خواهین بازرگانی بگوهیرین هرچه قاس حکومت حریم کردستانی بریا وزارت پیوندیدار چند جران داخوزا راکرن خالا گمرکی یا سفرا و خالین دن گمرکیین کرکوک سلیمانی و کرکوک هبریر کریه لی حکومت عراق مرچه نجبور راکرن وان خالین گمرکی به مره موری کفتن و دانستاندن درباره وان خالین گمرکی دا شدنده که بازرگانی حکومت عراق اجرای درین 6 وزارت پیک داد دو روزان حریم کردستانی بون او بریار جی دانستاندن بردوام بن سرک وزیر عراق عبدالمحیدی هبل ده سر چارکرنا دادمندانی جبرسا ماده سچلی و بش حریم کردستانیش بودجه گیشتی را گوری دستور عراقی دکه کنگره روزنامه‌ای دا یا هفتانه دا عادل عبدالمحیدی تکس کرد که گرنگیل دانستاندن درباره پرسا ماده سچلی و بش حریم کردستانیش بودجه گیشتی یا عراقی دنیره و گود نه از نکارم بریار داوی توی درباره دا بدم هر وا آمجه بیکی جکر که پروسیاسای بودجه شغلی حکومت بری و حتی بودانین اونها کمیته سرکاتی وزیر دارایی عراقش بوزیده کردن تبینین حکومتی حتی پیکانین
کوچبرین کامپو سردشت جای شنگالی دخواز آلیکاری دکد او خوزن بریا هاتدا زوستانی کنین خو نوشین بکن یک کوچبرین کامپو سردشت دجی دیار کر که 4 سال نو چادر دادجین هر سال چادر او نایلون دکرن او گود که زوستان هاتی لیکس کیجوان را چادر ندایه جبلی پسگری که کیم بونو آف و خورنی ت نوونده که تندرستید نو کامپیتا تنیه اوره که دندی کامپی دستیشان کر بتانید بالوان تنه و زوستانی تا بار بکیده بچی کی داری دایش خانین وان تکاندن و اف دخوازن و که خلقی بشین اف چادر خو دی چاو نیل باران تکبه هندر پشتی 4 سالان ریوبری نحیا سنونی الکتریکش بو کامپو سردشتی پیدا کرد. ریوبری نحیا سنونی خودیده چوکید بشه که افشری خستن انسانی دخواست کن شقوق انسانش نتوان یک بوی شخیل خوازانه که هنه کاربن آلیکاری وان بکن یا جی وان بگرین گندل خواه. دمو او نخوشخانه سنونی دنیرن هشتی سلفی کسی نخوش کامپو سردشتی نجبر که چادران دادشین او هوا ایاوی جدایه. نزدیکی 2500 مالبتن کردن ازدیل کامپو سردشتی داشین. جبر شنگال خدمتکاری تنیه و ماین و برماین تقمانیان هنه و نخوازن وگرن شنگالی. در چارچوب جوینه که دلگاه سرک وزیر حریم کردستانی در بالوز بلژیکال عراق و اردن عراقیاند بیوسته کرد بجداریه که به باندورد کابینه حکومت عادل عبدالمجید بغدادی دا بکه. سرک وزیر حریم کردستانی نیچروان بازانی پیشم 8 مرداری گل بالوز بلژیکایی عراق هندک واندی ویلد جویا. تودیدن دا واند ویلد بحث پروسیل بجارتنی و رونشتن یکم یا پارلمانت کردستانی او آمده کارین پیکانین کابینه نوی حکومت کردستانی کرد و پیشکتن حریم کردستان دواری جدا دا و بطایبت دواری آبوری دا بلندتر خواند. هر با بحث پیکانین حکومت عراق فدرال کرد و دازانین آلین کردی دوی حکومت دا بهشدار بموایی که همو واران دا خدمتکاریش بکارتاین عراقی را صافی بکن و پرسگری کن هفدیر بغدای بین جاره سر کرن. جالی خواب سرک وزیر حریم کردستانی آگادار درباره دست بکرنا جوین و هفدیتناش با پیکانین کابینه نوی حکومت حریم کردستانی پیشکش کردن و آمدهی حریم کردستانی بود دست بکرنا گوتو بیجن هفدیر بغدای جبو جاره سر کرنا توایا پرسگری کن را گیاند. هفسروک کنگره جواک دموکراتیک و پارلمانتار پارتی دموکراتیکی آگلان لیلا گوون جاره کردن نهاده آزاد کردن و دست گریوا بر چی بونه کرد. لیلا گوون 3 میل باجار دیاربکری هاته دادگاه کردن. لی دادگاه دیاربکری جاره کردن اف آزاد نکرد. هفسروک کردن یه کنگره جواک دموکراتیک بردان استرک نرازی بونه کردن نشان دا او را گیاند. ترکی یاسا و داد پروریش با کردان نمایه و افده ماف و دوز خال دادگاهین نونتوی بگرن. لیلا گوون سیویک کانون پاشن داشت بر آخفتن خواهین درباره اپراسیون افرین دا هاتو بو گرتن. دوزگری دیاربکریش بو لیلا گوون حتی سیویک سالان جزای زندانی کرنی خواست. آمریکا فرمی را گیاند که 12 میلیون دلار خلات دانینش بوان آگاداریان کدکارن ببین اگر آگرتنا 3 سرکاتین پککی. گور مالپر سپوتنیک یا روسی چرچوه خلاتش بود داده آمریکا خلات 5 میلیون دلار آگاداریا کدکاره ببه سدم آگرتنا مراد کرایلیان 4 میلیون دلار بو جمال بایک و 3 میلیون دلار بو دوران کالکان خلات یا پرندست نشان کرد. یکم جاره که آمریکا خلاتش بو آگادارین کدکارن ببین اگر آگرتنا پریبرن پککی داده. آگاداری هر وقت مالپر بایلوسخانه آمریکا یا ترکیه دادیه بچی کرد که آمریکا خلاتش بو آگادارین کدکارن ببین اگر آگرتنا سروکن پککی دانیه. بریار دما سردان جگری شورمند وزارت درباره آمریکا میتیو پالمیر یا انقره دهاتیه گرتن و پالمیر دو روزان پشتی وی سردان خو اف آگاداری را گیاند. پشتی را گیاندن آمریکا که 12 میلیون دلار خلاتش بو آگاهین کدکارن ببین اگر آگرتن ریبرن پککی مراد کرایلیان جمیل بایک و دوران کالکان هلبستا فرمی یا ترکیش آلی بدف که سر کمره ترکی ابراهیم کالن هاته دیار کرن. کالن گوت بیجن ما پککی تشتک پیده تشتک دنه وی یکی نکارن ما بخوابینن ما گلک جاران جوان را اشکره کریه که پیوندی وان تمامیه اف بینگا و آمریکا جی درنگ باید اف یک کرن دیسا جی ارینیه لید بینای مزن دا گر و شرطن رفش پیده و یه پگی به اف خپاندنه که او اف یک دوان 2 روزان دا اشکره ببه.
کنسیا ریبر یا هفسروکاتیا کچکی بریارا آمریکا یا درباره هرسی سازکار پککی دا ببینگه و به دوامیا کمپلویا دژی ریبر آپو بناف کرد. کچکی دا خینیکی دا رگیاند. آمریکا درباره هفرین ما جمیل بایک دوران کالکان امرات کایلان که سازکارن پککی کادروین پیشنگین تفکر آزادیا کردن بریارک درخست. تبینگه و یاسایی جواکی اخلاقی وجدانی و حقوق گردودینینه بریارک که بگیشتی بسدمین ایدئولوژیک و پولیتیک هاتیه داین. هر وقت که دبیجه کمپلوی که نه جتمه 1998 دژی ریبر آپوهات دست بکرن و 15 سبات 1999 دا دیرکتنا امرالی انجام بو اف کمپلو بکیجان آرمان جی پیک هاته به اف یریشی خودی همان آرمانجیه. اف بریارا آمریکا یا ببنگه بردوام و پرچه که کمپلوی دژی ریبر آپویه. روانگه سوریه مافین مروان بلاف کرد. اگر هیه ترکیه ده چند 48 دمیزمارین بیدا هزکش 500 جگدارین اپوزیسیون سوری جباکوری سوری ترکیه را و گویزه نوچین لمبری دورین حسدیگین رجلات فراتی و نوچین متال فراتی بجیبکه. روانگه دازانین روژا سیبی میش ترکیه زیدترش 700 جگدارین اپوزیسیون سوری یل باجاری افرینین دریالی و اسکندرون هاتای را و گوستن نوچین لمبری حسدی رجلات فراتی. اشکره کرجی روژا یکی مجدار الافرینی جوینک دامبرا استخبارات ترکیه و گروپین جگدارین شاخ زیتونی و مرتال فراتی دا چه بو و تدا استخبارات ترکیه اف گروپ آگادار کرد کش بو اپراسیونال دجی زده آمده بن. گور زانیارین روانگه حتی نه هجمارا جگدارین اپوزیسیون سوریین سر ترکیه و قدریا ترکیه بو نوچین مرتال فراتی را هاتنه و گواستن گیشتی 1200 جگداری. پارتیا یکتیا کردر سوریه دخواسته که چگدارش افرینی درکبن و دورش عالی انجمن خواجی بریوه برن. کمیته نوند یا پارتیا یکتیا کردر سوریه برای دخینی که دویسکی را کیاند. کوان جوین خواهی یا سایل هفلیر دارخص و تدا تکزی سر بردوان بونا کار دیپلماتیکی ینگسی تفدیتن و جوین نو دولتیین گریدای جارسرکن و کریزا سوری هات کرن و هروا دوی موفی گل کرد دستوری دا به مسوگر کرن و سوری به ولایت فدرال سیکولار. پارتی یکی تکزیل سرگرنگی و به یکی کر که پیدل خواه گره و دش سیاستا پشکوی خستن آلی اندن برده. یکی تید بجل افرینی دزی و تالانتی کرن و ولاتیش آلی گروپین چکدار و تین رواندن. جبر به یکیش ترکی تی خواستن که وان برپکر نبداوی بینه و دخواست که تراژدیا افرین رجلات فراتی دوباره نبه. لمد به یکی سبرول خواه را به که مترسیو شر و یریشان سروی دبری دور بخه. نونری تایبت یا آمریکاش بو سوری جیمز جیفری را گیاند. اف یکی نوین پراستنا گل وکری خستنا که تروری نابینن. نونری تایبت یا آمریکا یه سوری جیمز جیفری تلکنفرانسی دا را گیاند. آرمان جوان سوری جنابرنا یک جاری یا دایشیه و اف گوه که برب جارسری سیاسی او دوی همو هزین بیانی جبلی روسیش سوری درکبن. گوچی روسیش سوری و نقشه لی 4000 لشکری یه نال سوری نه اسرائیل، ترکیه، ایران و آمریکا اف همول سوری کار دکن اف رفشی مترسی داره. نونری تایبت یا آمریکاش بو سوری را گیاند هلوستوان یا لمبری پککی دیاره لی یه پکیه وانا وک رخصنه که تروری نابینن. هفته سه هریم نوچهل چیا آمدی بری اپراسیون دست بکن. چهارشنبه هفته مجداری قدغه هاتن و چونی دست بکر و حتی فرمانه که دوام دی بردوام به. گور دخینی پارازگه آمدیش بر اپراسیون لشکری ین کل نوچهل لچه دست بکن اف قدغه هات راگیاندن. گوری دخینی نوبه خلقی وان دورن تا آبایی که هاتن و چونی بکن یا جیش مالی خود درکبن. هر وها هات زانین که پشتی راگیاندن قدغه تریم تفگیر لشکری دست بکر. پیوداری بنوی وزارت برگری آمریکا روبرت مینینگ راگیاند که وان تنیل گل حسیدی دست گرین چفدیری سرسینورین روژاوا و باکوری کردستانی کریه. روبرت مینینگ راگیاند که روژا اینی وال گل حسیدی سرسینورین روژاوا و باکوری کردستانی دست گرین چفدیری کریه و دیار کرد دمه که دست دیشانکری جوانگران را نهاتیه دانین. مینینگ گوچی ام هفددن که بریا وانگران آرامی نابچهش ناکوکین نابرا ترکی و حسیدی دا بپارزن. هر اوی رد کرد که وان بی بگیرا گرین هربشین چپدیری من بیجی انجام دابن و تکس کرد که گرین هربشین هاتنه کرن تنیل گل حسیده بون.
حکومت سوری 4 مارچ درباره پیکانین کمیته آمدکن دستور که نوش سوری را دانیه و دو پیامان اف مرجانا پیشکشی نتوان یکرتی کریه. روزنامه الشرق الافسد مرجن حکومت سوری اشکره کرد کب وی آوائینه. یکم ببندی بسرویری کمار عربی یا سوری او یکیتیا آخاوی دوام نابد توالت دستوردان دوی کمیته دابکه و سیام نابد مرجل سرکار کمیته و بریار دوی بین سپاندن یا چرا نابد نقشه که دمیش بو انجامدان کارین کمیته به دست نشان کردن. هر دو نامه خود که شامش انجمن آسایش نودولتی و نتوین یکرتی را شاندیه حکومت سوری شاندری نودولتیش بو سوری ستفن دمستورا بشویتاندن قناغین جرسری کریزال سوری تومات بار کریه. دنگ و باسنجیانی سیشم شش مرداری هلبجارتون نیوی یکی یا انجمن نونران و سناتوی آمریکای بریواچو. هلبجارتون کنگرس آمریکی دا پارتی دموکرات کاری پرانیا کرسین انجمن نونران بدست بخه و پارتی کماریجی کاری پرانیا انجمن ریسپیان بدست بخه. گوری انجام دست بکیین بجارتن نیوی گرا سرکتی آمریکا پارتی دموکراتی آدش برای آمریکی سرکفتنه که باش دنجمان نونران داب دست خست. لی پارتی کبری یک و سرکی آمریکا دونالد ترامپ اندام کیویه کاری پرانیا کرسین انجمن ریسپیان دست خوادا بیله. در باری ویه که دا سرکی آمریکا دونالد ترامپ سر تویتر خوا نویسیه افل بجارتن سرکفتنه که مزم بو اسپاسیا همیان دکم. شالی خوا پیودار کشکاس بی سراسادرز را گیاند که انجام این بجارتن نابن سدماویه که گوهرتن سیاست دونالد ترامپ دا چه ببه. کنگرس آمریکی شهر دو انجمن ریسپیان و نونران پیکتی. انجمن ریسپیان که دستلاتویش یا نونران پیستره 100 سیناتوری پیکتی و یا نونران جی 435 کرسیان پیکتی. سرکفتن دموکرات دا انجمن نونران دا کارین سروکی آمریکا 2 سالین بیدا زحمت که. چمکی ابنها دا انجمن نونران دا پرانینه و دکارن یا سایان درباز بکن آنجی پسند نکن. هبجارتنا کنگری 2 سال جاره که تی انجام دان خلکوی دکوه نیوی خلا هلبجارتنا سرکاتی آمریکای. دوی هلبجارتنی دا توی نونران 435 نونر تبی 35 اندامین سیناتوی جی تینه هلبجارتن. 5 مقداری قناغا دویام یا سانکسین آبوری و پترولی ین آمریکا سر ایرانی دست بیده که یکش آرمان جوان سانکسیان جی اوه رگرن بر رولو ایرانی رجلاتا نوینه. وزیر درویه آمریکا ماک پومپی و وزیر گنجینای آمریکی ستیفن منوچین کنفرانس که رجلوانی دا هرگلین وان سانکسیون اشکره کرن. اف سانکسین آمریکا ین سال 2015 دو آتن اراوستاندن جاره کدن بدگرن وجبلی وان سانکسین کن واشنگتن سانکسیون سر سیاست کمپانین پترولی کمپانین و گاستنی او بانکی دسپینه. یکتی اروپا، فرانسه، آلمانیا و بریتانیا داخلی که هفش دا دجیتی خو سانکسین آمریکا سر ایرانی دان خیا کرن و دیار کرن که پاراستن کاری یاسای یک کمپانین اروپی ایرانی دکن. الگوری آژانس رویتر سوالات نوارتی درباره سانکسین سر ایرانی را گیاندنه. کارمان جوان پاراستن پفگویرین بازرگانی یا کمپانین اروپی یا گل ایرانی و پاراستن بریار 22 سیویک یا انجمن اولیه نودولتیه یا که بحث را کرنا سانکسیون سر ایرانی دکه. بریناجی سروک ایرانی حسن روحانی را گیانده بود که ولات اروپا پشتوانیا ایرانی دکن. شالی خواه شاندری تایبتی سروک روسی الکساندر لاورنتیو گیشت تهرانی ولگل سکرتاری انجمن بلندیا آسایش نتویا ایرانی علی شمخانی جویا و پشتوانیا ولات خوش ایرانی را گیاند. وزیر درویه آمریکای ماک پومپی جمینه که رجنمانی دا نوی وان ولاتان اشکره کرد که جزاین سر ایرانی یم تایپت سکتور پترول ایرانی را پیمید دارن هاتن افوکرن که ترکیه جی یک جوان ولاتانه. گور داخلی پومپیو اولاتین هاتن افوکرن وی آوائینه چین، کره، باکور، هندستان، ایتالیا، ژاپن، تایوان، ترکیه و یونانستان. اف هر 8 ولات اون که زیادتر پترولش ایرانی هاورده دکن و عفوی سروان ولاتان دی دمکیبه. پشتی دمه که وزارت درویه آمریکا رادگینه درباره با بدبون و حکمت عراقی سانکسیون ایرانی تو پرسکری کاپی راقی را نینه.
پشتی چند دمجمیران بجیکرنا قناغا دویام یا سانکسین آمریکی سر ایرانی وزارت دروا یا ایرانی را گیاند که سانکسین آمریکی تکالین او بسر ناکبن ایران دا خوازش ده تاوین یکتی دکه که آلیکاریا وی بکه و دوربیچ آمریکی سر هلوشینه نونر ایرانی نتوان یکتی دا خلام علی خشرو را گیاند که دوربیچ آمریکا سر ولاتوی تکالیه و نیا ساینه و دا خوش ده تاوین یکتی و رخصد نودرتی کر که دوربیچ و سانکسین آمریکی سر ایرانی راکن اوید نمای خود سکرتاری گیشت یه نتوان یکتی آنتونیو گوتیرس را گیاند که بریارین آمریکاش دروی یا ساین نادولتین او پیوسته نتوان یکتی ده جیوان سانکسیون راوسته وزیر دروی ترکی مولود چاوشوغلو لیاپونیت کنفرانس که روزنامه‌نی دا گفت اف دوربیچین آمریکا ین سر ایرانی راست نابینن هرچه قاست آمریکایی را هف پیمان برجی دوربیچ کردن ایرانی مترسی داره او دا زانین افیوی دکن دروی آمریکا ولاتین 4+1 دکارن چرا سری که باشتر شونان دوربیچان ببینن اوی هروا راکیاند ایرانی جناری ترکیه و اف جی وی داری گاز و پترولی دکرن و وک ولاتین ترکیه جن نگاره لنبر چفکانین انرژی هلوست بگره قناغ دویام یا سانکسین آمریکا سر ایرانی ایدی کت واری بجی کرنه دا ایالت کالیفرنیا آمریکایی در اینجا چهارشنبه تندری باراکی دا گیریشا جکداری پیکات او در اینجا میده 12 کس هاتنه کشتن او گله کهجی بریندار بونه پلیس خارجی لس آنجلس تایمز را گیاند کل باجاره که الهریم توسون اوکس که 6 کیلومتر اندکه روژاوی لس آنجلس گیریش چکداری هات انجام دان هات را گیاندن که گیریش دا هریکیم 30 گله هات نبردان 12 کس هات نکشتن و چند جیت انجام و گیریش دا بریندار بونه هزی نولی و تیمن هوار چونه بلس بو هریم بیاره هات نشاندن هفته بوری هات را گیاندن که کره باکور هفدیدن که دیوی هفته نوبرا وزیر دروی آمریکای ماک پومپی و رایدره که پای بلندی کره باکور دیبا تا کرن بتال کرد وزیر دروی کره باشور کانگ کیونگ فیا دخیان ریبریا بخینیان واشنگتونی را آگاهی شد که وان هفدیدن که تیدا جوینا دیام یا سروک آمریکای دونالد ترامپ و سروک کره باکور کیم جونگ اونگ با هاتال دارخستن و سر صافی کردن چک نوکلیر یا کره باکور بسکنیا بتال کرد سر سدما بتال کردن هفدیدن کل گور پلانی ویل نیویورک با تا کرن تشتک نگود سروک آمریکای دونالد ترامپ جیل قصراسپی داخلی دا روزنامه‌گران او گفت که مربوط کره هفدیدن که وید نوبر پومپی و آلیکاری سروکی کمیته نوونت یا کره باکور کیم جونگ چول تا با تا کرن جاردن درست بکه او آمریکا لزناکه به آژانس نامنتوایی رویترز نوچه که بلز دارا گیاند که هیزین اولی ین فرانسای اشکره کرد که 6 کسان خواستیه حمله کشتن و سرکومری فرانسای منویل ماکرون بدن لی هاتن بنچف کرن گور کانال تلویزیونی یا فرانسی بی اف ام هر 6 کسین هاتن گرتن رازگیرن تندرابن سرکومری فرانسای جوانترین سرکومری ولاتی خواهی دیروکیه او طلبجارتن 14 گلان 2017 دا هاتن بو طلبجارتن گور راپرسیان ناورaya گیشتی یا فرانسای دا خودی حس کرنه مزنه برپرسی کمیسیون فرابون یکتیا اروپای دخواست کرد پروسیا اندامتیا ترکیه بو یکتیا اروپای جبنی و اوره داویانینی اندامی کمیسیون یکتیا اروپای و برپرسی فرابون یوخانیس خان بو روزنامه آلمانی دی ویلت آخویو گوت دوی داویل پروسیا اندامتیا ترکیه بو یکتیا اروپای بی آنین اوی دازانین بو اندامتیا ترکیه دیار کرنا دمی راستنینه دوی یکتیا اروپای ترکیه را ریندن بگره او داوی دانستاندن اندامتی بینه بدارین هیجا او بو شانو دنگو بس نفتی که شر 4% کردستانی و کردن دیاسپوره هروا نوچه نونتوی اجاره کردن هفتیاتی دی سال سروی نابونیشانی امی راستی هفبین آمده کار او ری ببرا دنگو بس نو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتانی و شانانو بمینوت نواخیر و خوشیده